همونجا درجا ستی مغزی کردی بیدک او وقت ما چلچله که بیدم ای هم به تا غنداق بودک شیر میخوردی نه؟ شیر میخوردک انا بو مرده انال ای کلون شده انال ای کلون شده برفتیم به پیش کاکا از این میگم حقوق نداره. خب پس موضوع شما درباره این میراثه، ما میراثا از اینا رو بگیریم ها. میراثا کی؟ میراثا از اینا به حساب مادر از این بگیریم، از کاکا از این. مادر نمیگیریم، نه مادر داده منه. مادر از این نمیگیریم ما. میراثا اینا رو ما این بگیریم از کاکا. چند راسایو؟ میراثا. امی ما این حق این به چه خود بگیریم ما بفهمیدیم. خب حالا هم حق از این تو که از این در موردی چتیات بریم میگی، حالا درباره چی موضوعی که شما بودیم چی موضوعه؟ بگو داده تو من نمیفهم هلی. سالنبال سویت گپیه. خب امی به تیم تقریبا 19-20 سال پیش که عرضه خداوند بیامرزه فوت شدن. به چطور زندگی؟ حادثه چطور زندگی؟ خب نمیشته میشه میتونی ماما. همه تو نمیشته میشه هر حادثه که باشه باشه چوب باشه ماما. بگو تو. که عرضه فوت کرد امو وقت من هیچی تنگست بودم امی بچر پاک بید. به زار و قریبی و بیچاره که بدبختی کلان کرد و آرگی یعنی به این بپار بشد با خدا دل شما میتو با ما میسوزنیه مثل نمک برید باور کنیم خب سرا واسه به خدا آمید میرفتم رخ میشیشتم به سرا میرفتم کارگیری میکردم میرفتم خود 20 ساله بیوهه خدا 20 سال به پاقی بچه خب بشیشتم بشودک این امزایه چوب باش گپ میزنم سر به سفید شد بگو همه کمار به اون سردر پیرزاد شد و بدون در نداری به پازی بشیشتم راست میگه حالی برای دیخی دگانی را و چاری میکنم کردم نمیتونم حالا برم تو بریاد ببین کاکا میگم با نمیدیم داگر میبینیم شیش ماه که بودی تو غریب بدیم به دیگه کار کرده نمیتونم به دیگه رشوشته نمیتونم به دیگه نلبخته کرده سلامتی نمیتونم هری میگم برو دست تو ازت برجه میری من دیگه رای نیفتم یعنی جوانه